شاید الان با خودتون بگید اون کی بود که اونجا بود. آره این خیلی معروف شده و بیاد براتون توضیح بدم که کی بود. این آدم کسی نبود جز رندی استیلز. رندی استیلز کی بود؟ یه فردی بود که عاشق کانال یوتیوبش بود و محتوای میذاشت داخل چنل یوتیوبش که باز اونا رو هم دوست داشت. حالا بعد چند سال به این نتیجه میرسه که خودش آدم بدبختیه و از زندگی متنفر میشه و نمیدونم چرا واقعا این دلیل شد. بعد این کار میگه که من از انسانیت متنفرم، چرا باید انسان باشم؟ و واقعا من بگم چرا این آدم که اونقدر چند دوست داشت تا این حد بد شده. حالا اینجا رو بگم، حالا هیچ قضیه شیر و خطش چیه؟ رندی وقتی که از زندگی ناامید میشه میخواد خودکشی کنه. بعد میگه که من آیا تو خونه این کار رو انجام بدم و خودم فقط خلاص کنم یا اینکه تو فروشگاه انجام بدم و بقیه رو خلاص کنم. و این میشه که یه شیر و خط میندازه و چی؟ وقتی شیر و خط میندازه تمام فکر کنم خط نمیدونم خط میفته یا شیر و این اتفاق میفته که میره داخل فروشگاه. وقتی میره داخل فروشگاه همه درا رو میبنده و 4 نفر اونجا حضور داشتن که 3 نفرشون رو به قتل میرسونه و یه نفرشون فرار میکنه و بعدش جلوی در ورودی فروشگاه خودشان به قتل میرسونه.